بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس 48 و آخری درس از این کتاب الحمدلله رسیدیم ما و شما. در درس 48 تقیید العلماء الراسخون، تقیید العلماء الراسخین، چون تقیید مضاف است و علماء مضاف الیه هستند و راسخین صفت است برای علماء، پس این تقیید العلماء الراسخین. بسم الله الرحمن الرحیم. حال قبل از اینکه در درس‌های دیگه از علمای بنی اسرائیل و علمایی که اونا دنیا طلب هستند و مشکلات و غرور و تکبرای داشتن، آخری بحث عالم بیان میکنه که الله سبحانه و تعالی علمای ربانی، علمای راسخین، اینا را الله سبحانه و تعالی مسخر میسازه به خدمت دینش. یعنی همیشه علمای می باشن که اونا صادقانه و مخلصانه به دین الله دعوت میکنن و مردم حق بر مردم تشریح میکنن. قال ابن رجب، علامه ابن رجب میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فصل، این فصل جدید است. فکان الله یقید من یفهم من معانی النصوص ما یرد به الخارج عنها الى الرجوع الیها. میگه پس الله سبحانه و تعالی چی میکنه؟ مسخر میسازه و تسلیم میسازه کسانی را که یفهم من معانی النصوص، که این علما کسایی می باشند که اینا نصوص قرآن و سنت میفهمن، ما یرد به الخارج عنها الى الرجوع الیه، چیزهایی را میفهمن از قرآن و سنت که کسایی که از دایره ایمان خارج شدن و دور شدن، اینا را دوباره به طرف دینداری، به طرف عقیده صحیح، به طرف اخلاق درست، به طرف تقوای درست، به طرف پیروی از قرآن و سنت، اینا را دوباره برگردانند. این هست، این سنت الهی است. اگر در مقابل مردمای بیدین هست، این طرف از کسایی هستند که اونا مردم به طرف دین و به طرف عقیده صحیحه میگن. و یستغنی بذلك اما ولدوه من الفروع الباطنه والحیل المحرمه، و باز استغنا پیدا میکنن مردم و خود علما و دیگر امت از آنچه که این مردما ساختن از فروعات باطنی و حیله های حرام، التي بسببها فتحت ابواب الریا. این فروعات باطنی که علم ظاهر است، علم باطن است، قرآن ظاهر داره و باطن داره و حیله ها هست، ایلی فلان است فلان است. پس این چی میشه؟ پس اینا را استغنا میتن علمای کسایی که علمای حقانی هستن، وقتی که قرآن و سنت درست بیان میکنن. باز بسیاری کسا هستن که به این فلسفه و این کلام و این منطق و این حیله های منطقی و این قیاس های منطقی و با هیچ نیاز نداره، چیزهایی که سبب شد که دروازه های ریا را باز کرد و دیگر فتحت التي بسببها فتحت ابواب ریا، دروازه های ریا باز شد و غیره و دیگر چیزها من المحرمات، چیزهای حرام. و استحلت محارم الله بأدنى الحیل، که و استحلت و حلال کرده شد محارم الله، امی چیزهای حرام الله، به ادنى الحیل، به یک حیله کوچک بسیاری چیزهای حرام برای مردم حلال معرفی شد. کما فعل اهل الكتاب، مثل که اهل کتاب کردن. الله متعال میگه و هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، و هدایت کرد الله سبحانه و تعالی کسانی را که ایمان داشتن لما اختلفوا فيه من الحق، در آنچه که اونا اختلاف کردن از حق. والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، و الله سبحانه و تعالی هدایت میکنه هر کسی که بخواد به صراط مستقیم. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی علمای ربانی را این قسم الله سبحانه و تعالی بر از اونا توفیق داد که
اینا قرآن و سنت درست تشریح بکنن و تفسیر بکنن و الله اینا را هدایت داد که در اختلافات و در این مشکلات وقتی که جوانا و امت اسلام و کسایی که مشکل دارن سخنای علمای حقانی را بشنون، واقعا برشان صادقانه و مخلصانه دین برسانه و اینا از حق با خبر شوند و نیازی به او حیله ها و او چال ها و او فریب ها و او مکر هایی که اهل کتاب میکردن یا کسانی که منهج از اونا روان هستن. ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. این عادت از اونا هست، از کسایی که به منهج غلط روان هستن. ان کثیر من الاحبار والرهبان، علمای یهود و نصارا، احبار و رهبان، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، بسیاری مال مردم به باطل، به حیله ها و به فریب ها و مکر های مختلف میخورن و تنها مال اوت نیست که شکم خود سیر بکنن و بخورن و یصدون عن سبیل الله، بازمانه دین الله هم میشن. خودش خود به فساد مبتلا هست، خودش خود به حرام خوری مبتلا هست، خودش خود مال یتیم میخوره به نام خیرات، مال مسکین، مال بیوه به نام روز 2، روز 3 و شب جمعگی و 40 و اسقاط و فلان و فلان فلان. اینا به این چیزا خب میخورن مثل علمای اهل کتاب باره و یصدون عن سبیل الله. و مشکل دیگه شان این است که باز اینا از دین الله هم مانع میشه. مردم جوانا را مردم باز نصیحت میکنن که شما پیروی از این مردم ها نکنین، اینا وهابی هستن، اینا خوارج هستن، اینا تکفیری هستن، اینا ای هستن و اینا ای هستن. با این القاب باز مردم به فتنه ها مبتلا میکنن. لکن با وجودی هر کسی که هر کاری بکنن، الله سبحانه و تعالی یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. الله دین خدا تمام میکنه و حق میرسانه و از تا روز قیامت طائفه به حق میباشن که اینا بر مردم حق میرسانن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا الى یوم الدین و حسبنا الله و نعم الوکیل. و وعد من الله سبحانه و تعالی انه یقید من العلماء. این وعده الله سبحانه و تعالی است که یک تعداد از علما را اینا را مسخر میسازه که این علما چی کنن؟ من یبینون الحق، که اینا حق بیان میکنن و یدافعون از حق دفاع میکنن. روى مسلم في صحيحه عن ثوبانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق. همیشه می باشن یک طایفی از امت ما که اینا ظاهر بر حق می باشن. لا یضرهم من خذلهم، بر از اینا ضرر نمیرسن کسانی که اینا را بخواین که به زشتی یاد بکنن. حتی یأتی امر الله، تا اینکه امر الله بیاید و هم کذالک، و اینا به می حالت می باشن. پس این علمای ربانی و حقانی و مجاهدین حقانی و دیندارای حقانی تا روز قیامت وجود می داشته باشه و ما را الله سبحانه و تعالی از جمله کسانی بگردانه که یستمعون القول فیتبعون احسنه، که اونا وقتی که قول میشنون از اقوال حسنه اطاعت میکنن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و الحمدلله کتاب ختم شد.